راه رو بر این عوام فریبی بسته. خلق ستم دیده و نسل آگاه ایران اراده کرده که به این دور باطل پایان بده و دوران نوینی از آزادی و دموکراسی و حاکمیت مردم را آغاز کنه. امروز هم ما از راه این مجاهدین و مبارزین الگو سرمخش میگیریم که چگونه باید زیست، مقاوم، پر افتخار و سر موزه. امروز نسلی از جوانان شورشی با الگو گرفتن از اون پیشتازان برای رسیدن به آزادی جانفشانی میکنند. هر نسل با الهام گرفتن از نسل قبل جوانان شورشی دوران خودشون رو پرشور میکنند. محسن شکاری ها و صدها شهید قیام که با شعار سر خم قدغن ایستادگی کردند. از جوشش خون چنین قهر